بینندگان محترم کرد کانال، عرض ادب و سلام دارم خدمتتون. امیدوارم که هر جای دنیا هستید حالتون خوب باشه. با پوشش ویژه اخبار در خصوص جنگ، صلح یا مذاکره، هر چی میخواید اسمشو بذارید، چون همه چیز در یک حالت تزلزل به سر میبره و نمیشه آدم یک صفت ثابتی روش بذاره. در خدمتتون هستیم. امیدوارم که گفتگویی که با مهمان عزیزمون که محبت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن، مورد توجه شما قرار بگیره. همونجوری که اطلاع دارید 2 روز وارد یک موقعیت متزلزل شده، جنگی که حدود 40 روز کابوسی برای مردم ایران و یک آشفتگی برای خاورمیانه ایجاد کرده بود. روزهایی که به اصطلاح اخبار متعددی از این ور اون ور شنیده میشد. آمریکا از فتوحات خودش میگفت، اسرائیل از فتوحات خودش میگفت، جمهوری اسلامی هم از فتوحات خودش میگفت. منتها اگر عادلانه به تصاویر، مستندات و اخبارهای بدون هیچ گونه اغماضی نگاه کنیم، میبینیم که اون کسی که بیشتر متضرر شده ایران بوده و زیرساختهای انرژیش، شهرها، استانهای مختلف و همونجوری که خدمتتون میرسیدیم در بخشهای خبری میدونید که ویرانی بسیار گسترده‌ای به وجود آورده. از دیروز چهارشنبه بامداد ساعت 3:30-4 صبح به وقت ایران وارد 2 هفته آتشبس موقت برای مذاکره‌ای که قراره در اسلام آباد با وساطت 1-2 کشور و خود به اصطلاح پاکستان انجام بشه، قراره به اصطلاح یه سری بندهای پیشنهادی رو جمهوری اسلامی پیشنهاد داده. به قول خودشون 10 بند، اون ماده هایی هم که آمریکا پیشنهاد داده 15 ماده است. در خدمت مهمان عزیزمون جناب شاهو حسینی هستیم که از آلمان خدمتش میرسیم و روزنامه‌نگار آزاد هست. آیه حسینی سلام و عرض ادب. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز کرد کانال در هر کجای این پهنه گیتی که هستند و همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت شما عزیزان کرد کانال و سپاسگزارم که این فرصت رو فراهم کردید تا در خدمت بینندگان عزیزتون باشم. خواهش میکنم. بی مقدمه میرم سر اصل مطلب. نظرتون در مورد این توافق که به نظر خیلی از تحلیلگران سیاسی متزلزله چیه؟ ببینید، ما باید قبل از اینکه وارد اصل ماجرا بشیم یک حواشی در پیرامون این اصل ماجرا، در پیرامون این محوریت ماجرا قرار داره که اگر ما نتونیم اون حواشی رو درست بشکافیم و اون حواشی رو درست تحلیل بکنیم، به اون بطن، هسته و عنصر اصلی ماجرایی که قرار روز جمعه در اسلام آباد اتفاق بیفته نمیرسیم. ببینید، قبل از هر چیزی یک فضای کامل و مطلق از بی‌اعتمادی نسبت به این گفتگوها چه در طرف امریکایی و چه در طرف ایرانی وجود داره. علل خصوص ایرانی ها 2 تا در واقع تجربه بسیار تلخ، ناگوار و سیاه رو پشت سر گذاشتن. دقیقاً قبل از حمله اول که منجر به جنگ 12 روزه شد، اونا در واقع با امریکایی ها در حال گفتگو بودن و امریکایی ها معتقد بودن که ایرانی ها دارن وقت کشی میکنن و در واقع در ظاهر گفتگو دارن سر امریکایی رو کلاه میذارن. بنابراین جنگ 12 روزه شروع شد. بعد از جنگ 12 روزه دوباره یک سری مکاتبات، مراودات و گفتگوها میان 2 طرف در واقع رد و بدل شد و دوباره یک جنگ 40 روزه شروع شد. یعنی دقیقا زمانی که قرار بود در ژنو اینا گفتگو بکنن. الان هم این وضعیت نشون میده که یک بی‌اعتمادی مطلق،
به خصوص در طرف امریکایی به نسبت ایرانی ها وجود داره. دلیلش هم اینه که امریکایی ها به دقت، به خوبی و به شکل کامل ایرانی ها رو شناختن، میدونن که اینها در واقع تحت تأثیر یک ایدئولوژی بنیادگرای اسلامی در واقع قرار دارن که امریکایی ها رو دشمن، شیطان بزرگ و اسرائیلی ها رو رژیم غاصب صهیونیستی معرفی میکنه. بنابراین وقتی که در یک ایدئولوژی، در یک گفتمان، در یک اندیشه‌ای کلماتی که هر کدام معرف یک جهان ذهنی هستند برای شناسایی و هویت بخشی به یک طرف دیگه به کار میره، مبرهن و واضحه که معرف نوع جبهه‌گیری، نوع تعامل و نوع تقابل هست. بنابراین امریکایی ها این رو خوب میدونن که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به عنوان یک طرف قابل گفتگو و قائل به دیالوگ به امریکا و اسرائیل نگاه نمیکنه، به دلیل اینکه اساساً در طول تاریخ جمهوری اسلامی از زمان شکل گیری تا کنون فقط یک ایده در مورد اسرائیل بوده، اونم این که اسرائیل باید نابود بشه، اسرائیل باید از نقشه جهان محو بشه. و در مورد امریکا هم اینه که امریکا شیطان بزرگه، امریکا امپریالیسمه و در ایران هر کسی رو که به جرم فعالیت سیاسی، دگراندیشی، دگرخواهی، هویت خواهی بازداشت میکنن، یک انگ جاسوسی به سیاه و موساد بهش میچسبونن برای اینکه نابودش بکنن. این یک فضای بی‌اعتمادی است. از طرف دیگه ما باید وضعیت داخل ایران رو به خوبی بشکافیم. در ایران یک وضعیت دوگانه موجوده. وضعیت اجتماعی بسیار ویران شده، نابود شده، اقتصادی که هیچ پایه و اساسی دیگه نداره، معیشت و زندگی که بر مردم تنگ شده و نای نفس کشیدن رو از مردم گرفته. بنابراین رژیم برای این که یک چهره حداقلی مقبول و انسانی از خودش نشون بده، شاید برای تمارض و تظاهر به رسیدن به یک راه حل خارج از جنگ و تعامل آمیز در واقع داره به این فکر میکنه که یه جوری به جامعه القا بکنه که این رژیم در صدد این هست که یک راه حل مسالمت آمیز و برون از جنگ پیدا کنه، در حالی که این واضح و مبرهنه که در اندیشه ایدئولوژی که این نظام بنیادگرای و فوندامنتال اسلامی جنگ یک برکته، جنگ یک نعمت هست. از سوی دیگر ما در درون حاکمیت با تکثر اولیگارشی ها روبرو هستیم، از جناح چپ ایدئولوژی جمهوری اسلامی تا جناح راست رادیکال جمهوری اسلامی. و اکنون اون چیزی که در میان حکومت و نظام میلیتاریزو شده جمهوری اسلامی هژمون و حاکمیت مطلق رو داره، الان جناح راست بنیادگراست. یعنی در واقع اینها قائل به هیچ گونه گفتگو، قائل به هیچ گونه تعاملی با امریکا نیستن. بنابراین الان اون چیزی که در هسته قدرت ایران وجود داره که الان قوه مجریه دیگه عملا از مدار حکمرانی جمهوری اسلامی خارج شده، به دلیل اینکه گفتگوها و نشستها و رد و بدل کردن پیامها میان دو شخص در جمهوری اسلامی، یکی به شکل پنهان که سردار وحیدی هست، همون سردار تروریستی که جنایت آمیا را انجام داده و تئوریسینش بوده، و دیگری سردار قالیباف که ظاهراً رئیس مجلس هست اما عملاً از اعضا و از گردانندگان سپاه پاسداران است، به دلیل اینکه خودش یک سپاهی بوده، یک سردار سپاه بوده و الان هم به اون افتخار میکنه. جمهوری اسلامی در این حوزه، در این بستر، در واقع باید در نقطه مقابل اون چیزی که به جامعه نشون میده، باید نشون بده یک نمایش مضحک پیروزی رو. بنابراین اگر در جایی برای اقناع جامعه داره بر
طبل آشتی، بر طبل گفتگو، بر طبل توافق با امریکا یا برای برون رفته از این بحران صحبت میکنه و میدمد، از طرف دیگر داره بر دهل پیروزی و پایداری و ایستادگی میدوه برای راضی کردن جناح بنیادگرای رادیکال سپاهی حاکم بر جمهوری اسلامی. این وضعیت یک وضعیتی است که یک حاله بسیار تاریک و مبهم رو بر فضای گفتگوها در روز جمعه افکنده و از سوی دیگر تصور من بر این هست به دلیل عقلانیت ایدئولوژیک حاکم بر مسئولین جمهوری اسلامی رسیدن به یک توافق بسیار ضعیف است بر گفتگوهای روز جمعه. در خوشبینانه ترین حالت می شود گفت که دوباره ممکنه زمان رو برای گفتگوهای بیشتر تمدید بکنن اگر امریکایی ها به اون قناعت شفاف برسن در گفتگوها، که من این رو زیاد جدی نمی بینم و تصور من بر اینه که احتمال شروع جنگ و حملات گسترده بسیار بیشتر از توافق و ادامه گفتگوها است. آقای حسینی، دیشب جی دی ونس با فاکس نیوز یک گفتگو داشت، به یک نکته خیلی خاصی اشاره کرد که ادامه‌شو من الان عرض میکنم خدمتتون. گفت لبنان به شما هیچ ربطی نداره، اسرائیل با لبنان داره اسرائیل رو میزنه، اسرائیل هم داره با لبنان جنگ خودشو میکنه، به شما هیچ ربطی نداره. امروز سفیر ایران در پاکستان یک اطلاعیه داد که گفت که قالیباف و تیم مشاورش دارن میان اسلام آباد. نیم ساعت بعد پاکش کرد این اطلاعیه رو و گفت و چیزی هنوز منتشر نشده. در اخبار مثلا متعددی از جاهای دیگه شنیده شد که جمهوری اسلامی گفته اگه لبنان این آتش بس شامل لبنان نشه ما به اسلام آباد نخواهیم آمد. همین باعث شده که یک پارادوکس، یک تناقضی ایجاد بشه توی این وضعیت که واقعا اگه لبنان به تو ربط داره، خب کشورهای عربی حاشیه خلیج هم که دیروز و امروز در همین توافق آتش بس به اصطلاح موشک و پهپاد فرستادی برای کویت، بحرین، همین بعد از آتش بس، اگه اینجوریه خب اونجوریشو قبول کن، اگه اونجوریه اینجوریشو قبول کن. این آیا میشه حدس زد که خود این بشه یک گرهی که همون ابتدای کار یک معضل اساسی ایجاد کنه و اصلا کلا این پیمان آتش بس شکسته بشه؟ ببینید، تصور من بر این هست که از ابتدا جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی به گفتگو و هیچ اهتمامی و هیچ تلاشی برای رسیدن به یک نقطه تعامل برای برون رفت از این جنگ در میان حداقل اون طبقه هژمون فوندامنتال جناح راست جمهوری اسلامی وجود نداره. تصور من بر اینه که همونطور که قبلا هم گفتم اونا جنگ رو نعمت میدونن و جنگ رو عامل بقای خودشون میدونن. ببینید اگر بحران ببینید اساسا جمهوری اسلامی حکومت بحرانه، جمهوری اسلامی برایند بحرانه و تداوم و استمرار حکمرانی و اقتدار و هژمونیش هم در داخل کشور نتیجه بحرانه. در غیاب بحران جمهوری اسلامی نابود میشه. ببینید وقتی سال 76 یک انتخاباتی شد، به هر حال یک وضعیت تا حدودی متغیر با اون وضعیت که در جمهوری اسلامی نرمال بود روی داد، سعید حجاریان یک مصاحبه خیلی مشهوری کرد، گفت که دوم خرداد ترمیدور انقلاب هست. یعنی در واقع دوم خرداد داره وضعیت رو به سوی و به جهتی میبره که ما از وضعیت انقلابی در حکمرانی جمهوری اسلامی داریم خارج میشیم. سعید حجاریان بعد از اون مصاحبه ترور شد و در واقع بعد از اون هم حملات علیه دوم خردادی ها و دولت خادمی تشدید شد
و عملاً تمام جریانات راستگرا و که از بیت رهبری خط می گرفتن در تقابل با دولت اصلاحات ایستادن که برایند خود جمهوری اسلامی هم بود و اونو ناکام کردن. ببینید اینها هیچ وقت قائل به ترمیدور از بحران، قائل به ترمیدور از وضعیت انقلابی، وقتی که ما میگیم اینا قائل به ترمیدور انقلاب نیستن یعنی در واقع اونا قائل به ترمیدور برای برون رفت از وضعیت بحران و بحران سازی و بحران زایی در خاورمیانه نیستن. بنابراین وقتی اونا میخواهند که در وضعیت انقلابی بمانند یعنی اینا تأکید میکنن که در وضعیت بحران سازی، آشوب سازی، تروریسم پروری و تروریسم گستری بمانند. بنابراین طبیعیه که در اندیشه اونها گفتگو با کسی که باطل هست، شیطان بزرگ هست، هیچ جایی نداره. و تصور من همون جوری که در سوال اولم گفتم، تصور من بر اینه که این یک نمایش هست برای اینکه نشون بدن که اونا میخواهند که برای برون رفت از این وضعیت جنگی که واقعا راه تنفس و زندگی بر مردم در داخل رو بسته، به اصطلاح دارن نمایش میدن و تظاهر میکنن که میخواهند از این وضعیت خارج بشن، اما عملا این وضعیت جنگی برای اونها یک نعمت هست به دلیل اینکه بقای اونها، دوام اونها و تداوم سلطه اونها در این وضعیت نهفته است. و تصور من بر اینه که بهانه‌گیری ها از الان شروع شده برای اینکه اگر فردای روز جنگ شد، امریکا دوباره حمله کرد و امریکایی ها جنگ رو آغاز کردن به دلیل دروغگویی های مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، دوباره نمایش مظلوم نمایی بکنن و نشون بدن که بله دوباره امریکایی ها پیمان شکنی کردن، دوباره امریکایی ها در زمان گفتگوها و زمانی که ما حاضر به گفتگو بودیم همانجوری که در ادوار دو دوره قبلی هم این اتفاق افتاد، با این نمایش مظلوم نمایی را بندازن که امریکایی ها شروع کننده جنگ بودن، امریکایی ها حمله کردن و امریکایی ها تجاوزگرن. در پایان میخوام نظرتون رو در مورد جنبش مردمی بدونم. آیا میشه اینجوری تحلیل کرد که جمهوری اسلامی این وحشت رو که هشت شعبی و با نیروهای فاطمیون، زینبیون و فاطمیون از این اسمایی که خودشون میذارن رو گروهاشون آورده و در اکثر شهرهای ایران مستقر کرده، به انضمام این که یه سری کودک سرباز هم گرفته و تو خیابونها برای مثلا اذیت کردن مردم و ایستبازرسی هایی که تو اکثر شهرها گذاشته، ترس و وحشت عجیبی از جنبش های مردمی داره. احتمال میدید که در همین بحبوحه جنگ یا حتی بعد از اگر مذاکره‌ای شد و اگر همش احتمالات توافقی حاصل شد که صلح کنن، احتمال داره جنبش های مردمی بتونن مثلا دوباره سر از اون خاک بلند کنن و دوباره اعتراض کنن؟ تصور من بر این هست که در توهم مسئولان جمهوری اسلامی تا زمانی که جنگ هست، در واقع اون حد اقلی از مظلوم نمایی جهت کسب مقبولیت در میان حد اقل ترین بخش جامعه ایران میتونه برای اونا تداوم پیدا بکنه. یعنی اینا در این توهم هستن که این وضعیت برای اونها میتونه یک نعمت باشه، به دلیل اینکه شاید فعلا مردم به دلیل دغدغه ها و استرس های ناشی از حملات هوایی، بمباران ها و موشکپرانی ها فعلا به خیابون ها نیان. اما شک نکنید در صورتی که جنگ تمام بشود، تازه آفتاب خیزش اجتماعی مردم طلوع خواهد کرد دوباره و اون آتش فشان خفته اعتراضات مردم علیه نظام نامشروع و اختاپوس جمهوری اسلامی دوباره فوران خواهد کرد و فوران اون آنچنان شدید خواهد بود که هیچ چیزی از نظام پوسیده و فاسد جمهوری اسلامی باقی نخواهد گذاشت. در این شک نکنید. بر همین اساس است که من معتقدم جمهوری اسلامی
از هر گونه روندی که منجر به پایان جنگ بشود خوشحال نیست، به دلیل اینکه ترس از انفجار خیزش‌های مردمی رو در دوره پسا جنگ با امریکا و اسرائیل خواهد دید. جناب شاهو حسینی، روزنامه‌نگار آزاد از آلمان، ازتون ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه شرکت کردید. سپاس از لطفتون. من هم متشکرم که این فرصت رو به من دادید تا در خدمت بینندگان عزیز کرد کانال باشم. ممنونم. بینندگان عزیز، شاهد گفتگویی که با مهمان عزیزمون داشتیم بودید. امیدوارم این گفتگو که در مورد مذاکره‌ای که قرار فردا در پاکستان اسلام آباد برگزار بشه باشید و امیدوارم تحلیل مهمان عزیزمون مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در امروز پنجشنبه 20 فروردین 1405 و آرزوی هفته‌ای خوب و تعطیلاتی خوب برای همه شما.